طبق آخرین معلومات ثروت کریستیانو رونالدو بیشتر از 450 میلیون دلار تخمین کرده شده است، اما آنچه خیلی ثروت را خرج می‌کند. تمام ثروت آن از روی فوتبال به دست آورده شده است. با همین دلیل پروژه خود را 144 میلیون دلار نرخ گذاشت. کریستیانو رونالدو بعد از گذشتن سلنا گومز پرطرفدارترین در صفحه اینستاگرام شد. کریستیانو رونالدو با ماشین‌های لوکس بسیار علاقه دارد. گران ارزش‌ترین ماشین رونالدو بوگاتی ویرون است که نرخش 11 میلیون دلار میباشد. فراری باشد 599 باشد 350,000 دلار. لامبورگینی اوینتور باشد 300,000 دلار میباشد. کریستیانو رونالدو صاحب یکی از ارزش‌ترین هواپیمای جهانی باشد. او این هواپیما را با نرخ 36 میلیون دلار خریداری کرده است. بعد از تمام شدن چمپیونات ملی رونالدو با همسر و فرزندش به یونان سفر کردند. رونالدو بعد از سر کردن دسته ریال مادرید در یکی از گرانترین خانه شهری تورین استقامت می‌کند.